درود دوباره خدمت همه دوستان عزیز. محمدزاده هستم. امروز آمدیم به ساختمان های مهندس یاوری برای لوله کشی گاز به صورت توکار. خدمت شما عرضم که خب لوله ها رو میبینین که لوله آی پی آی توکار رد 40. این هم نمونه دیگه از کاری که اجرا شده، کاملا استاندارد با اصول نظام مهندسی. خب اینم یه نمونه از چسب نیاشیمی هستش که البته شرکت های مختلفی هستن که این چسب رو تولید میکنن. ما امروز از چسب نیاشیمی استفاده میکنیم. خب اینم حلقه نوار سفید، نوار مشکی و چسب مایع رو به صورت دستی با فرشه کل سطح لوله رو قشنگ پوشش میدیم. بعد آیتم اول شد چسب مایع، آیتم دوم میشه چسب مشکی، آیتم سوم میشه چسب سفید. حالا در ادامه کار خدمت دوستان عزیز توضیح میدم. آیتم عایق پیچی مایع، زرن مایع، کل لوله رو کاملا با عایق مایع پوشش میدیم. اول خب مرحله بعد میریم سراغ عایق پیچی نوار مشکی. البته دوستان خدمتتون عرضم که خیلی از دوستان هستن با ترفندهای مختلف عایق پیچی انجام میدن. ما با طریق دریل با قطع ابزاری که در واقع خودمون ابتکاری درستش کردیم کافی. دوست خوبم حساب زاد مشغوله. خب بریم نوار مشکی. توجه کنید دوستان، کاملا اصولی. حالا بزنید زاویه دیگه بگیرم. نور آفتاب متاسفانه خوب نمیذاره ببینیم. کاملا اصولی بدون هیچ گونه هوای زیر عایقا باشه. کاملا اصول درست. حالا این طرف نور آفتاب اذیت نمیکنه، کاملا واضح تر دیده میشه. اینجاست کاملا اصولی. این آیتم نوار مشکی بود. الان استاد عزیز زحمت میکشه
آیتم نوار سفید رو اجرا میکنیم. خب بریم. متاسفانه با چرخش زیاد و دور و تند لوله متاسفانه دستش سوخت. عایقی که دور دستش میچرخه دستش سوزاند. خب اینم عایق پیچی نوار سفید. کاملا اصولی درست. اینجا چسبمون تمام شد. این یه تیکش که ماند اینم بازم باید چسب سفید بزنیم. ببینین کار اصولی کاملا درست. بعضی از دوستا هستن که چسبو که وقتی میزنن به صورت یعنی 30/70 میزنن. یعنی چه؟ یعنی که 30% نوار رو هم دیگه قرار میگیره، 70%ش بیرون. ولی اصولش کاملا 50-50، یعنی 50% از کل مسابقات این عایقه. دوستان عزیز خوب توجه کنین، روش درست و اصولی زدن چسب همونطوری که عرض کردم 50-50 یعنی چه؟ یعنی 50% از عرض چسب رو لایه بعدی بیفته. این اصولشه. بعضی دوستا هاشن 30%شو میزنن. یعنی چه؟ یعنی 30% از چسب رو لایه بعدی میزنن. این غیر اصولیه که متاسفانه خیلی دوستا هستن بی روال دارن کار رو اجرا میکنن. خدمت صاحبزاد. خب بریم ادامه کار رو دوباره. دوستان عزیز در صورت رضایتمندی شما دوستان عزیز خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنید که بتونیم کلیپ ها و آموزش های جدیدی براتون ارائه بدیم. متشکرم میشم.